داداش خانومته؟ بله. خواهر داری شما؟ بله آبجی دارم مثل کو پشتم. یه زنگ بزن بگو که خانومت اذیت میکنه، غذا نمیپزه، دست به زن داره، میخوام ازش طلاق بگیرم. میخوام ببینیم عکس العملش چیه، چی بهتون میگه. سلام آبجی، خوبی؟ سلام. آبجی میخواستم یه چی بهت بگم. بابا این خانوم حرف گوش نمیده، نه ناهار درست میکنه نه میاد خونه، همش این ور اون ور اذیت داره میکنه. بخور هست اصلا مگه من بهتون نگفتم تو زبان نگیش؟ خب دوستش داشتم الان عوض شده. بذارتون آغاز کنم همه میشه دیگه. دوستش داشتم چی تو چنده منم 6 تا 6 سالنگ دستم بکنم همه میشه پر باز در میاد. الان میگی چیکار کنم من؟ چیکار کنی؟ هیچ طلاقش بده اگه روز اوله. الو الان داری منو میگی شما؟ ببین من اگه نبودم که داداش تو جوب میخوابید. ببین اینو میگم بیشتر بس تو که ترشیدی خونه بابات. خب ببین اینو میگم بیشتر بسوزی. الان که واسم طلا خریدیش ماشینم زده به اسم من. تو اینقدر شعور